خیانت مثل شکستن یه لیوان شیشه‌ای میمونه. میشه دوباره چسبوندش، ولی ترک‌هاش همیشه میمونن. خیلی‌ها میپرسن آیا بعد خیانت میشه دوباره رابطه رو ترمیم کرد؟ بله میشه، ولی نیاز به تلاش دو طرفه، صداقت، زمان و صبوری داره. امروز میخوایم با هم ببینیم قدم به قدم چطور میشه اعتمادی که توی رابطه از بین رفته رو دوباره ساخت. پس با من همراه باشید. اولین قدم اینه که هر دو طرف قبول کنن که خیانت اتفاق افتاده. انکار یا کوچیک نمایی فقط باعث میشه روند ترمیم به عقب بیفته. باید به احساسات طرف مقابلت احترام بذاری. بگی که میدونم آسیب دیدی، من واقعیت رو میپذیرم. مثلا اگه بخوای این موضوع رو خیلی کوچیک وانمود کنی، طرف مقابلت احساس میکنه که دردش جدی گرفته نشده. پس گام اول پذیرشه. بدون پذیرش هیچ ترمیمی اتفاق نمیفته. دومیش اینه که بفهمی چرا خیانت اتفاق افتاده. آیا به خاطر کمبود توجه بوده، مشکلات حل نشده بوده یا هیجان خواهی بوده؟ پس تمرکز روی علت‌ها، نه فقط سرزنش. بنابراین گفتگو باید صادقانه باشه. چه چیزی باعث شد که سمت فرد دیگری بری؟ مثلا بعد اینکه مژده فهمید همسرش به خاطر احساس تنهایی سراغ خیانت رفته، اومدن روی ارتباط عاطفیشون کار کردن. بازسازی اعتماد با شفافیت. اعتماد مثل شیشه شکسته میمونه که باید با شفافیت دوباره ساخته شه. اینکه دسترسی به گوشیت داشته باشه، برنامه‌هات رو بدونه، خرجات رو بدونه. شاید این در ابتدا خیلی سخت باشه، ولی برای بازسازی اعتماد لازمه. محمد بعد خیانت تصمیم گرفت که همه برنامه‌هاش رو برای همسرش شفاف کنه. این کار سخت بود، ولی باعث شد کم کم اعتماد ساخته بشه. چهارمی، تمرین‌های روانشناسی برای بازگشت صمیمیت. اولی، وقت گذراندن مشترک روزانه، حتی شده نیم ساعت. دومی، گوش دادن به احساسات طرف مقابل بدون قضاوت. سومی، توجه به نیازهای کوچیک طرف مقابل، مثل یک پیام به یادت بودم. و چهارمی، با هم سفر رفتن، آشپزی کردن، پیاده روی رفتن. شاید این کارا خیلی کوچیک باشه، ولی باعث ایجاد صمیمیت میشه. پیام کلیدی اینه که صمیمیت با کارهای کوچیک ولی مداوم برمیگرده. پنجمی، کمک حرفه‌ایه. کمک گرفتن از یک زوج درمانگر به شما کمک میکنه تا این مسیر ترمیم رو کوتاه‌تر سپری کنید. گفتگوها رو مدیریت میکنه و به شما در کنترل احساساتتون کمک میکنه. کمک گرفتن از مشاور نشانه ضعف نیست، نشانه بلوغ و مسئولیت پذیریه. ششمی، صبر و زمانه. ترمیم یک شبه اتفاق نمیفته. ممکنه ماه‌ها و یا حتی سالها طول بکشه. باید منتظر عقب نشینی باشی. بعضی موقع‌ها شک و تردید دوباره برمیگرده. ولی پیام کلیدی اینه که صبر و ثبات ابزار ترمیم هستن. و در نهایت ترمیم بعد خیانت غیر ممکن نیست، ولی آسون هم نیست. نیاز به زمان داره، صبر داره، صداقت داره، تلاش دو طرفه داره. حتی ممکنه بعد خیانت زندگی شما بهتر از قبل هم بشه و یک مسیر جدیدی توی رابطه شما شروع بشه. تشکر صمیمانه دارم از شما که تا آخر این ویدیو همراه من بودی. اگر مشکلی داری که نمیتونی حلش کنی و هزینه جلسات مشاوره برات خیلی سنگینه، توی کامنت ها بنویس تا من راهنماییت کنم و برات کلیپ آموزشی بذارم. تا کلیپ بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب قلبت باش.